به آقا منصور، شما که داداش کوچیکه رو تحویل نمیگیری خان داداش؟ دیگه داشت دلمون تنگ میشد براتون. این چند روزی که نبودی انگاری چند ماه ندیدمت. منم همینطور. بفرمایید، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. بفرمایید. مسعود چطوره؟ نمیخواد بیاد ایران؟ دلمون تنگ شده براش. من که از خدامه. اون اونجا تنها، من اینجا تنها. منم که تو دار دنیا فقط هم یه دونه پسر رو دارم. میگه کارم تموشه برمیگردم. عوضش دست پر برمیگرده ایشالله. داره چه خبر؟ با محضر صحبت کردی؟ بله اسناد مدارکو دادم. لیلا هم امضاهاشو کرد. چه خوب. همین روزا میریم شرکتی میدنیم به نامشون. ما که هرچی داریم مال اوناست. تا آخر عمرم کار کنیم باز به اینا میرسه دیگه. ما که هرچی داریم از صدقه سر شماست خونه داشت. اختیار داریم. بالاخره باید برن سر یه خونه زندگی. مینا خانم من باید برای هر دوتاشون مادری کنه. به روی چشمم. مسعودم مثل لیلاست، برای ما هیچ فرقی نمیکنه. دیگه دوریش داره اذیتم میکنه. سختم شده. من موندم اون خونه به این بزرگی. روزا سر کارم حالیم نیست. ولی شبا میزنه به سرم. خوابم میپره. هر صدایی میشنوم خیال میکنم مسعود اومده. نی همیشه ناغافل میومد. علامت پیریه داداش. لخان داداش این حرفا چیه؟ من شما تازه اول راهی. هنوز خیلی کارا مونده انجام بدیم. آدم سنش که میره بالا بیشتر دلش میخواد بچه‌اش دور و برش باشن. انگار پیری اول راه تنهاییه. انگاری که خان داداش بعد جوری دلت پیش مسعود گیره. یه کاری میکنی همین الان بلند شم برم بیارمش. من فکر میکنم فقط لیلا میتونه مسعود رو پاگیر و پابند بکنه. اینو خانم شما با لیلا صحبت میکنید. ماشینشو بالاخره خریدیش. دم بابات کرد. دم خودم گم که میگه رد کردم رفت. بهش چی گفتی؟ گفتم ماشینو دزد برد. اونم زد تو گوشت. نه بابا گفت فدای سرت، اصلا دست اون دزد درد نکنه. باری کلا خدا بابای پولدار رو نگه داره وسط دیگه. شیرینیش کو پس؟ شیرینیش هم میدم، تو بیا اینو داشته باش. سنم چند تا لایک خورده؟ 40,000 تا لایک خورده؟ 41,000 خورده ای، اونم تو کمتر از 24 ساعت. حالا بگو شاخ کیه؟ داری دیگه سلبریتی ها رو هم رد میکنی ها. بابا لیلا همین الانش هم از خیلی مشهورتره. هم شهرت هم محبوبیت. شما همینطوری هم محبوبی. من خودم یکی از طرفداراشم. اما فعلا تو این سالای امتحانی رو برسون. محبوبیت و شهرت و شیرینی ماشین کلا پیشکش. سوالا؟ مثل که یادت رفته شرط و باختی ها. به این ترم اگه بیفتی نصف این حلولا مشروط میشن ها. راست میگه لیلا بدبخت میشی. خب به من چه؟ حرف زد با حرفت وایس دیگه. استاد سوالا رو طراحی کرده یا گذاشته تو کیفش یا تو لپتاپش. ببین من این دفعه حاضرم این ماشینم آتیش بزنم ولی با اون استاد شاخ به شاخ نشم. کامران این دفعه جدی اخراجم میکنه. ترسیدی؟ من از هیچی نمیترسم. از سوالا رو بردو بیار. اوه اینا بی خیالش. اوه کفری ها، چاله رو ندیدم سر تو پاش لجن شد. سلام علیکم. خدا بد نده، اتفاقی براتون افتاده؟ تقبل الله خوی. من تو دیوار. نه تا سربزیری خیلی خوبه. یکی بهم گفت سربزیر باش سرتو بنداز پایین. سرم انداختم پایین پول پیدا کردم. نه بابا تو شانست خوبه. سوالا نمیشه برادر من، نمیشه. آقا چرا نمیشه آقا صمدی؟ دم امتحانات ترم نمیتونم مرخصی بدم. ولی من این سفر حتما باید برم. شما هم وقت گیر آوردی یا وسط ترم فیلت یاد هندستون کرده. واسه تفریح که نمیرم هندوستان، مسابقات حفظ قرآن. نمیشه آقای تهرانی، شما خیلی مرخصی رفتی. آقا صمدی خواهش میکنم یه کارش بکنین، این مسابقات خیلی واسه من مهمه. ای بابا یه درخواست کتبی بنویس امضا کن، من مطرح میکنم اما قول نمیدم. دست شما در نکنه. گفتم قول نمیدم. بازم ممنون.
تا اینجا که کسی مشکلی نداره. کلا مشکله دیگه. خودش هم نمیفهمش. خانم شریفی بله. تشریف بیارید پای تخته. درونیابی لاگرانژ رو توضیح بدید. بله میشنوید. دوک ماژیک یه وقت نخوره به تخته. فکر کنم شما از اون دانشجوهایی هستی که به زور پول بابا اومدید سر این کلاس ها نشستید، نه؟ نه استاد. پس چی؟ استاد جای یکی دیگر رو فکر میکنم سر کلاس اشغال کردید. بدید من ماژیک. توصیه میکنم این درس رو برید حذف کنید. با این شرایط میافتید حتما. بسیار خوب، برای امروز کافیه. ببخشید استاد، این مبحث همگرایی یک نوا توی امتحان آخر هفته میاد؟ 100% میاد. همون مبحث. من این مبحث رو توی گروه میذارم خوب بخونید. سخت گرفتم. با این شرایط نصفتون میافتید. جانم. این انتگرال رو میشه از لیمیت خارجش کرد؟ بله میشه. اون ماژیک رو به من بدید. x سمت x آی برابر است با لیمیت f x سمت x آی برابر است با لیمیت انتگرال f x. سایه‌اش محدوده یا اینکه از صفر تا بینایته؟ اون بستگی به سوال داره دیگه. گوشیش بشه دردمون میخوره برداشته برده. میگه اصلا قفله که. قفلشو باز میکنه. اصلا از کجا معلوم سوالا تو گوشیش باشه؟ خوره این کاراست. گوشیش حتما با لپتاپش سته. آقای تهرانی خوب بخونید، سخت گرفته. رو چشموست. گرچه شما مشکلی ندارید خدا رو شکر. ممنون. ای بابا چیزی شده استاد؟ گوشیم یه زحمت بکشید ببینید تو کلاس نیست. استاد درمون نیست. وای بچه ها فکر کنم پیداش کردن. نه ساله آنالیز عددی. واقعا؟ ببینم. نه ببین باید سلامت بفرستم. بفرست. صرف کن. باری کلا ترکون دیاره. من بفرست کامران. باشه. بودو. ببینیم استاد دیگه چه چیزایی تو گوشیش داره. عکساش. ولش کن دیگه لیلا، شاید خصوصی باشه. خصوصی چیه؟ ندیدی امروز چجور زاییم کرد؟ به من میگه به زور پول اومدی دانشگاه. بهش نشون میدم کتن میگی. هیچکی تا حالا من اینجوری حرف نزده بود. چه وایسی اینو ببینیم چیه؟ این خودشه؟ چیه؟ واه ببینم. عبا چیه در میاره؟ ببینم. وایسا. ببینم دیگه. نگاه کن. خیلی خوبه. ای جونم عالی ها. ببین اینو بفرست واسم. نه بابا اونجور که بعد من میزنم. میزنم صفحش بریم ببینیم. دیوونه ای تو بابا لیلا. هممونم میریم لایکش میکنیم. داستان نشه بعد. بچه ها من دیگه برم دیرم شدم. کجا؟ این گوشیه رو میخوای چیکار کنی؟ چیو؟
خیلی ممنون آقا، من پیاده میشم. آقا دستتون درد نکنه، یک کمی عجله کنی، شب شد. این جعبه کوچیکاری بذارید کنار ماشین. یه ترمز بگیرین همه میفته پایین. سلام خسته نباشی. ببین کجا گذاشت. خسته نباشی مادر من. درمونده نباشی پسر من. از خانم خیره انشالله. همیشه خیره، به خصوص که جایزه عروسی بس آقا زاده است. برکت مال حاج علی ما یه چند تا عروس میره خونه بخت الا این خونه. واقعا چشم الهی که من قربونم قد و بالم برد میشه. بله سلام آقا. آقا این تخت فرشا کجا موند؟ من با شما صحبت کردم، گفتم سر ساعت باید اینجا باشه. شما سواریشو با من یکی به دو میکنید. من با شما حرف زدم. اگه تا 1 ساعت دیگه اینجا نباشه همه رو پس میفرستم، همین که گفتم. آقا الان اون جعبه میفته. آقا اون جعبه افتاد. در ضمن اون سرویس های چینی که فرستاده بودیم. بله سرویس غذاخوری. اینا چی بود آقا فرستادی؟ همه رو پس فرستادم، برای اینکه اصل نبودن. یعنی چی که فرق نمی‌کنن؟ آقا شما اصلا برای چی با من بحث میکنید؟ من همه رو پس فرستادم، هزینه حمل و نقلش هم با خودتونه، همین که گفتم. تو هم از ته خط انبار بچینم، جلو راه رو نگیری. الو سلام اکبر آقا، حال شما خوبه؟ سلامت باشید. حاج آقا هستن؟ بابا مهمون داره تو خط تولیده. با کی؟ همون خارجی ها دیگه، همونا که بناس با هم سرمایه گذاری مشترک داشته باشن. آقا توفیق هم اومدن؟ آره همشون اومدن، همه. اکبر آقا شما میدونین حاج آقا تا کی دفترن؟ گمونم تا آخر وقت بمونه. میای بابا؟ آره من الان راه میافتم میام این سمتی. بسیار خوب. ممنون، فعلا خداحافظ. خداحافظ. ده بنویسیم بسته دیگه. چی شد 10 بنویسیم؟ ولی یه بار سالا رو داریم کامل می‌نویسیم دیگه. بابا این چقدر سخت رو جزوه هم نمیشه نوشونه که. چقدر قور میزنی. من میگم واسه اینکه حال استاد اساسی بگیریم سوالا رو به بقیه بچه‌ها هم بدیم. آخ راست میگه. فکر کن استاد هنگ میکنه برگا رو ببینه همه درست. 20 حالش گرفته میشه. خنده داره اون صحنه. این پسر بچه مثبت چی؟ حامد تهرانی. نه اون زیراب زنا. اون از این بچه چاپلوساست، حواستون باشه اون اصلا نفهمه. اون رنگ ماشین تو نیست. آخ چرا؟ بده من میرم سر بزن. بذار خودم برم. بده من. چه این دیگه؟ آخ یه لحظه گفتم پسر گوشی رو دید داده هستم. لو نرفته باشی. نه بابا خیلی تر از این حرف است. چون نمیشه. ای بابا. بذار خودم میرم.
لیلا مسعود اینجا چی کار میکنی؟ مگه بهت میگفتم همیشه پشت سرتم دارم نگات میکنم باور نمیکنی دیگه. وای کی برگشتی تو؟ همین امروز ظهر از علمو آمارتو گرفتم گفت اینجایی. خواستم سورپرایزت کنم مثلا. بفرمایید. متاسفانه هنوزم خوش سلیقه ای. مثل همیشه. من برم وسایلمو جمع کنم. برو. I will be back soon for close contract in Iran. میگن که ما برمیگردیم برای پیش قرارداد و بستن قرارداد. And I hope that already we will be back for investment. و امیدواریم که یک سرمایه‌گذاری مطمئن داشته باشیم با شما. اوکی خیالتون راحت باشه. اوکی. Thank you. Mr. Ali, nice to meet you. Me too. I hope we will have good cooperation. Me too. Have a nice day. Have a nice day. Goodbye. خیلی ممنون. Nice to meet See you later. Thank you. See you later. بلد این رابطه مواظبشون باش. And soon we will be back to close the contract. آقا میگم شما ماشاءالله خودتون استادین، احتیاجون با ترجمه ندارین که. مهمون شما مهمون ما هم هست. قبولداری کردم. بفرمایید. چون کاری میفهمین حاج آقا. انشالله به قول خودشون اوکی بشه و بیان پای معامله. شراکت با شما باعث افتخار ماست. توکل به خدا. سلام حامد. دور باشید بابا. به آقا حامد شاخ شمشاد. ممنون. دیگه گفتم مهمون داریم مزاحمتون نشه. از بس ماشاءالله آقازاده شما مأخوذ به حیا هستن. لطف دارین شما. آقا حامد ما خودش آقاست، نیاز به آقازادگی نداره. بر منکرش لعنت. حاجی این روزا اولاد خوب به تعداد رکوع و سجود یومیه جای شکر داره والا. خیلی خوب. بریم بابا دیگه ها. اگه اجازه بدید من مرخص بشم. منتشی میبریم؟ بله با اجازهتون. فقط میخواستم بگم راجب اون وچی که با هم صحبت کردیم. خیالت حله. گفتم مطمئن بشم. عرض کردم حله. خیلی ممنون. با اجازه. خدا نگهدار. خدا حافظ. خیر پیش. بابا چه خندیدم آخیش یه خورده خندیدم پوسیدم تون خراب شده. یعنی من باور کنم تو بد گذروندی؟ نه ولی دلم تنگ شده بود لیلا، واسه خیلی چیزا، واسه خونه، واسه تو. بریم چرخی بزنیم؟ بریم. میرسیم از خونه. من بعد این همه مدت این همه رو نیومدم که بشینم تو خونه ها. بریم همونجا که با هم دیگه میرم. نمیتونم. چرا؟ امتحان دارم، باید درس بخونم. تو که همه سوالا رو داری دیگه، چی رو میخوای بخونی؟ همه امشب خونه شما راستی دور همین دیگه. بریم. حالا مگه اونا چی میگن؟ هیچی آموزش مرخصی نمیده. میگه به اندازه کافی مرخصی رفتی. چند روز طول میکشه؟ بیشتر از یه هفته؟ نه مسئله اینه که میخوره به امتحانای آخرته. خب این قضیه دیگه است. اون وقت راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که شما قانونی ها. راه حل قانونیش چیه؟ نمیدونم والا. گفتم حالا که اونا حرف شما رو میخونن اگه میشه یه صحبتی باهاشون بکنی. مگه من چیکارم؟ هیئت علمی دانشگاه هم. به هر حال بعد ماجرای اون سالن بعید میدونم حرفتون رو زمین بزنم. حامد من با اونا معامله نکردم. میدونم ولی چی؟ هیچ. سلام و ببخشید خوردیم و پاشیدیم و ببخشید خیلی بهتون زحمت دادیم. فدای سرت.
از خاطر تو که اینا چیزی نیست. همین که برگشته هممون خوشحالیم. تو هم که همش مشغول مهمونا بودیم نشد گپ بزنیم. بریم حیاط. بریم. اما کجا؟ بریم تو علی خورده هوا بخوریم. مراقب باشه نچه. مراقب خودت نیستی، مراقب دخترمون باش. نگران نباش آقا مسعود به این کار عادت داره. بله. مامان خسته شدم. خیلی خوب تو هم. باید بابات بیاد یا نه؟ خوابم میاد، بریم خونه دیگه. ای بابایی اومد. قربونت برم. ای میخوام برم پیش دایی. قربونت برم، برو عزیزم، برو بیا. مرسی. سلام آقا جون. سلام بابا. چرا تو حیاط موندی؟ منتظر محسنم. من خونه رو ازتون گرفتم. بیا بالا، بیا تو بیاد. نه دیگه آقا جون، دیر میشه، باید بریم. فرستادمش بره انبارا رسیدگی کنه، سر شلوغه. بی بالا، بیا حالا میرسه. آقا جون از صبح تا حالا 100 دفعه بهش زنگ زدم جواب نمیده. کار دیگه، گیر و گرفتاری داره. همیشه گیر و گرفتاری داره. یه تلفن نمیتونه بزنه. خدا از صبح تا شب با این بچه تو خونه سر و کله میزنم، خسته شدم دیگه آقا جون. من که دست تنها میتونم. یه نفر باید باشه کمک حالا. منظورم به خدا اصلا به شما نبود. میگم اگه فقط یکم محسن بتونه بیش. بفرما، رسید نگفتم. مهتا خسته است، زیاد اوقات تلخی نکن. چشم. چطوری فسقلی؟ خوبی آمد؟ حاج آقا سلام علیکم. علیکم السلام. خسته نباشی. درمونده نباشی. خوبی تو؟ سلام. ببخشید دیر شدن دیگه، شما دستور دادی من رفتم یه سر انباریه. حالا نمیخواد توضیح بدی. اگه شام میمونی که بسم الله، اگه نمیمونی دیر وقت، زودتر بریم به خونه زندگیتون برسی. زن و بچه‌ات منتظر بودن یه لنگ و پاته برسی. چشم، هرچی شما هم کنید. بریم. خیر پیش. حسن جان با اجازهتون. خیر پیش. شب بخیر آقا جون. خداحافظ شما. سلام. بودو بابا. سارا بودو باید بریم. بودو دختر باید بریم. آقا جون شب بخیر. قربانتون. خداحافظ. بیا بریم دختر قشنگه. تو هنوز نخوابیدی؟ آخه امتحان فردام خیلی سخته. تثبیت قرآن هم مونده. ببینم چه امتحانی داری تو. اینا که پوسیدن، کم بخون. فردا میای مؤسسه سر؟ چیزی شده؟ حالا تو فردا بیا بهت میگم. چشم. راستی مامان جان، بابا حرف زدی؟ راجع به چی؟ اینکه بیاد دانشگاه واسه مرخصی. چون خودم بهش گفتم چیزی نگفت. گفتم اگه شما بگین عالی میشه. تو بابا رو نمیشناسی؟ بهش بگو به خاطر بچه‌هات برو قله قاف میره. ولی ازش نخواه که سفارش بچه‌هاشو پیش کسی بکنه. آخه این مسابقات جهانی خیلی برام مهمه. شما که خودت میدونی من چقدر زحمت کشیدم. میدونم قربونت برم. ولی همین مطمئنم همه چی درست میشه. نگران نباش. چشم. بابام یه چیزی گفت حالا. دست خودم نیست دیگه، به قول زنم عادت کردم از بچگی مراقبت باشم. حالا دیگه بزرگ شده. 3 سال پیشم که داشتم میرفتم همینقدر بچه بودی ها.
جرأت داری یه بار دیگه این حرف رو بزن؟ تو جرأت داری؟ مثل اینکه یادت رفته یه بار موتو سوزوندم. این که نامردی بود واقعا. روی کله پاچه کزاده کل خونه رو برداشته بود. ببین اولین باری که مجبور شدم کچل کنم هی بهم گفتی چقدر زشت شدی. بعدش از اون بعد همیشه مامو زدم دیگه. چقدر سخت گذشت. به منم. ولی خوبیش اینه که تو همیشه بلد بودی بدون من چیکار کنی. بعدش چی بود که تو نبودی لیلا؟ خیلی وقتا دلم میخواست با یکی حرف بزنم، ولی انگار با کسی به جز تو حرفی واسه زدن نداشتم. خب واسه همین تونستی کنار بیای. کی میگه تونستم؟ لیلا اصلا دلم نمیخواد همش به پشت سرمون نگاه کنیم. الان من اینجام دیگه. دلم میخواد واسه آیندهمون خوشحال باشیم. مسعود جان، من هیچ ایده واسه آینده ندارم. نمیدونم بزرگ شدی یا نه، ولی عوض شدی. ببین لیلا، بعدا حرف بزنیم. من برم. فندک ببین اصلا فکرشو نکن بخوای یه چیزی از من بپیچونی. جامونه. خداحافظ. شوخی میکنی امیر حسین؟ شوخی چیه؟ میگم دارم سوالا رو. یکی از بچه‌ها داد بهم. یعنی چی؟ چجوری آخه؟ چطوریشو نمیدونم. فقط میدونم قراره 3 روز بزنم برم شمال، خوش بگذرونم، بعدش هم بیام امتحان بدم. دارم از این همه خوشی ذوق مرگ میشم. میگم حامد نکنه مردم خبر ندارم. نه مثل اینکه زده به کلت. همه که مثل تو خرخون نیستن. ما ملتمس دعاییم برادر. با امن و جیب میریم سر جلسه امتحان. الان میفرستم رو گوشید. الو امیر حسین. چای نطلبیدم مراده. حالا واقعا نطلبیده است؟ بو میکشی منو. بعضی وقتا فکر میکنم سپردی به اکبر. کی میا کی خستم. کی پکرم. چرا پکری؟ چرا خودتو خسته میکنی؟ چقدر کار کار کار. دیگه وقتشه بسپاری به حامد و محسن. اونام باید پا بگیرن. تا پا دارم باید رو پا باشم، به راه باشم. نقل پول و این حرفام نیست. خودت بهتر میدونی. یه جایی به بعد برای چیز دیگه است. برای چیه؟ یعنی تو نمیدونی. فکر کن نمیدونم. چیه؟ شیطونک شدی؟ چشات برق میزنه. چایی تو بخور.
الو. دیدی حامد؟ آره رسید. نمیدونم از کجا گیر آوردن. ولی من فکر کنم میدونم از کجا اومده. حامدم شام آماده است. بیا سر سفره. چشم اومدم. الو. امیر حسین من برم فردا با هم حرف میزنیم. باشه خداحافظ. سلام خدا خیرتون بده آقا. اون سالن چند منظور است و خیلی به کارمون میاد. من کاری نکردم. کار اصلی رو کسی دیگه کردن که الان نمیخوانیدشن. راجع به آزمایشگاه هم خیالتون راحت باشه. حله. خیلی ممنون. سپاسگزارم از لطفتون. این قضیه نگران نباشید. در مورد مرخصی آقا حامد حتما اقدام میشه. اگه موضوع دیگه ای بود دخالت نمی‌کردم. ولی این بچه 3 سال شبانه روز زحمت کشیده بره این مسابقه. حلش میکنیم. نگران نباشید. خیلی لطف کردین. خدا میاد. ممنونم. به امان خدا. اول اون فرشو بذاریم بعد این کمدو. دورش هم بچینین که شیشش نشکنه. سلام عزیزم چطوری؟ ممنون. خیره ایشالله. ایشالله که خیره. سیسمونیه. خدا بهشون 2 قلو داده. به به. گفتیم با من کار داریم. بله یه کار خیر. بیا اینجا. بچه ها آقا معلم خوش تیپتون خوبه؟ سلام. سلام. اینا بچه های کارن. اینو که ادامه دادی؟ بعضیاشون پدر ندارن، بعضیاشون هم مادر ندارن. برای همین باید کار کنن و پول در بیارن. حالا شما اینجایی که هفته 2 روز به این بچه ها درس بدی. شرط من با خانواده هاشون. آخه نداری. همینی که هست. بچه های خوب نیم ساعت دیگه کیکتون رو که خوردیم میایین سر کلاستون. باشه؟ باشه. الو. سلام چطوری؟ دیدمت. آره اومدم. اولین 20 باشیم ببین من اولین بار میخوام 2 تا برگه بگیرم واسه امتحان. ببین چه خبره. بریم که زود شروع کنیم. هر چی تا حالا ننوشتم تو این سالا میخوام بنویسم امروز. تو که بازم سرت تو جزوه است. علیک سلام. سلام. مگه سوالا رو ندیدی؟ امیر حسین تو واقعا اون سوالا رو خوندی؟ از وجدان نده دیگه حامد. یه بار چون سر خونمون اشتباهی زده. آیا تهرانی جانم یه لحظه تشریف بیارید. من اینجا برم. آقا سلام. سلام خوبی؟ سلامت باشی. خدمت شما هر شود اون موضوعی که شما فرموده بودی داره باهاش موافقت میشه. جدی میگی نازمدی؟ بله امروز دارم نامش هم میذارم. خب پس اون 2 تا امتحان که تداخل داره چی میشه؟ با استادا دارم هماهنگ میکنم. بالاخره مسابقات قرآنه. شما رتبه بیاری برای دانشگاه خوبه. یعنی چی میتونه داده باشه؟ بفرمایید. سلام علیکم. خانم شریفی شما تشریف بیارید بیرون. من؟ بله شما تشریف بیارید وسایلتون هم بردارید بیایید.
نمیخوای بگی چی شده؟ درو ببند. امتحانم چی میشه پس؟ خیلی خوب بچه ها میتونید شروع کنید. میگم کار من نبوده. من چیکار به گوشی استاد دارم؟ پس دست شما نبوده. معلومه که نه. سوال امتحانی هم شما لو ندادید. چی؟ مگه سوالا لو رفته؟ واقعا؟ واقعا چی؟ اما گوشی استاد قاسمی و دست شما دیدم. یکی از همکلاسیای خودتونم دیده. کی گفته؟ هر کی گفته دروغ گفته. بهتره همینجا تمومش کنیم. چرا بریم کمیته انضباطی؟ من کاری نکردم که بخوام بازخواست بشم. شما از این امتحان منع میشید. ترم بعدم باید سر همین کلاس بشینید. تو اولین جلسه کمیته انضباطی توبیخ کتبی میشید و تو پروندهتون درج میشه. میتونید برید. خانم شریفی، با این اتفاق و سابقه ای که شما دارید یه بی‌انضباطی دیگه کافیه تا اخراج شید. جای شما بودم احتیاط میکردم. برگه درخواست مرخصی آقای حامد تهرانی. بدیدش به من. هفته پیش که باش مخالفت شده بود. حالا الان موافقت میشه. اینو جایگزینش کنید. کجایی ای که عمری در هوا
نشستم زیر باران ها کجایی؟ اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابان ها کجایی؟ کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی؟ نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی؟ من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی. اگر شب هست و فردا نیست، اگر راهی به رویا نیست، چه آهوها که در چشمان لیلا نیست. اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکوه لب بستم سکوتم را تماشا کن. کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر باران ها کجایی؟ اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابان ها کجایی؟ کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی؟ نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی؟ من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی. اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکوه لب بستم سکوتم را تماشا